سلام به همگی. همینطور که میدونید اخیراً یک بازی جدیدی روی تلگرام در اومده به اسم همستر کامبت و خب من خیلی کنجکاو بودم ببینم که این بازی چی هست و چجوری تبلیغ میشه. تا جون 6، یعنی این ویدیو رو که من ضبط میکنم الان جون 12 هست، یعنی 6 روز پیش یه آماری که به دست دادن بالای 100 میلیون کاربر دارن با این بازی تعامل میکنن، بازش کردن رو تلگرامشون و دائم دارن با انگشتشون اونو میزنن تا کوین بیشتری بگیرن، تا سکه بیشتری بگیرن، به امید اینکه این سکه به بازار عرضه بشه و همه پولدار بشن و همه پول خیلی زیادی رو به دست بیارن. میخواستم واقعیتایی رو در مورد این بازی بهتون بگم که عملاً کاربرها و یوزرهای این بازی من باید بگم این شبه بازی است، چون بازی هیجان انگیزی هم نیست که حالا مثلا تو غول چراغ رو بکشی بری مرحله بعد اونجا یه غول جدیدی رو شکست بدی، همچین چیزی نیست. این بازی بر پایه طمع و بر پایه اینکه یه عده‌ای میخوان بدون کار کردن زیاد و فقط با لمس صفحه مانیتورشون پولدار بشن. این بر پایه این بنا شده، ولی میخوام بهتون بگم که واقعا این یک خیال باطل هست، به خاطر اینکه خودتون فکر کنید بالای 100 میلیون نفر میخوان پولدار بشن در دنیا. یه عده نشستن گفتن ما مردم رو چجوری پولدار کنیم، پس بیایم یه همچین چیزی رو ایجاد کنیم تا همه پولدار بشن. خیلی غیر منطقی هست. در همین که به صورت سطحی بخوایم نگاه کنیم به داستان، این خیلی سطحی هست. حالا من میخوام واقعیت‌های دیگه رو بهتون بگم که همه این کاربرها، همه این یوزرهایی که هر روز کلی وقت میذارن، کلی موبایل هاشون رو مستهلک میکنن، از باتری موبایلشون استفاده میکنن و هی مشغول انگشت زدن به این دایره جادویی هستن که 5 تا 4 تا سکه خیلی راحت با یه تب بیشتر بگیرن. میخواستم بهتون بگم که همه این آدم ها به نوعی برده ها و یا کارگران بی جیر و مواجب، یا حالا اگر خیلی در واقع دلشون برای این همه ملت بسوزه، بالای 100 میلیون یوزر بسوزه، یک رقم بسیار ناچیز رو در انتها شاید به اشتراک بذارن و به همه بدن که اونم بعید هست، چون همچین چیزی ممکنه تو یه مقطعی بیان بگن اصلا همین نافک بود جمع میکنیم، یا اینکه نه بیان بگن که نه اونایی که حالا اینقدر سکه دارن و مثلا به ازای هر 1 میلیون سکه 1 سنت میدیم، که واقعا خنده داره. حالا میخوام واقعیت‌های دیگه ای رو از این بازی باتون به اشتراک بذارم. اول اینکه ببینید فرمت و ساختار این نرم افزار خیلی ساده است، یعنی اصلا به سواد آنچنانی نیاز نداره. تنها چیزی که برای دیولپرها و سازنده های این نرم افزار ایجاد شده و روش فکر کردن این بوده که ما بیایم کاربران زیادی رو بگیریم، افراد زیادی بیان روی این نرم افزار و خب همین اولین فایدهش برای افرادی که این کار رو دارن میکنن معروف کردن یک سکه یا کوین دیجیتالی هست که اصلا قبلا نبوده، ولی یا میبینید در عرض 1-2 ماه 3 ماه میلیون ها نفر با این سکه الان آشنا هستن. پس اینا میخوان بیان به نوعی سکه خودشون رو معرفی کنن به بازار. حالا تعداد این سکه هم خب خیلی مهمه. فکر کنید میلیون ها یا تریلیون ها سکه در بازار وجود داره و اینا سازنده های این بازی یا در واقع نرم افزار
بخش مثلا شاید 1/100 اون رو بیان تخصیص بدن به کاربرا که اینایی که سکه در واقع دارن هر روز میزنن و سکه میگیرن، ولی بخش عمدهش دست خودشونه. یعنی اگر یک زمانی این بازی و این سکه ها اگر یک زمانی به پول برسه، عملاً برنده واقعی سازنده های این نرم افزار هستن. اونها هستن که میلیون ها دلار رو میذارن تو جیبشون. حالا ممکنه تو جیب شما هم یه $2 بره، $3 بره، مهم نیست، به خاطر اینکه اونها سودشون رو بردن. دو اینکه من اسم این ویدیو رو گذاشتم کاربران و یا یوزرهای بی‌جیر و مواجب. برای چی؟ به خاطر اینکه سازنده های این نرم افزار اومدن فکرهای دیگه هم کردن. اولین فکر این بوده که خب ما حالا یه سری کاربر داریم و داریم هم هی دائم به این کاربرها اضافه میکنیم، اطلاعاتشون رو میگیریم، یوزر یا اسمای کلمه های کاربریشون رو میگیریم، اسامی که بالاخره تو تلگرام رجیستر کردن، شماره تلفن هاشون هم داریم. خب بس ما یه لیست بزرگی از این کاربران داریم، بس میتونیم این اطلاعات رو در آینده به اشتراک بذاریم، بفروشیم به کمپانی‌های مختلفی که میخوان کارهای تبلیغاتی انجام بدن. بس این یه منبع درآمده برای اون کسایی که این نرم افزار رو ایجاد کردن. عملاً کاربرا بازیچه شدن که آدم‌های بیشتری رو دعوت کنن به این بازی و اینو هی گسترش بدن. یعنی هر کدوم از ماها که داریم این کار رو میکنیم و هی دوستان مختلف رو هم صدا میکنیم، داریم به اون سازنده های این نرم افزار کمک میکنیم تا بتونن این رو گسترش بدن، یوزر نیم و فون نامبر ها یا شماره های تلفن و کلمه های کاربری زیادتری رو به این دیتابیس خودشون اضافه کنن. یه بحث دیگه هم هست میخوام بهتون بگم، اینه که شما میدونید یه سری بحث‌های تبلیغاتی مارکتینگ هست به اسم ادسنس. ادسنس ها میان چیکار میکنن؟ مثلا حتی گوگل هم داره. یعنی اگر من بیام و تبلیغی رو بذارم رو سایت خودم، یا اگر من تبلیغ کنم یه شرکتی رو روی بازی خودم، مثلا من یه دیولپر هستم، یه گیمی ساختم و میام تبلیغ کمپانی‌های مختلف رو تو اون گیم میذارم، این یه مقدار به من سود میده. حالا ممکنه گوگل بده، ممکنه مایکروسافت بده، ممکنه کمپانی‌های بزرگ دیگه‌ای بدن. کار دیگه که اینجا صورت گرفته اینه که اینا اومدن مثلا یه چیزی به اسم، من دیدم بازی گذاشتن، این قسمتی هست که میتونین invite friends کنید، هی آدما رو دعوت کنید به این بازی و کمک کنید به سازنده ها که کاربران بیشتری رو پیدا کنن. خب یه جورایی دومین آپشن invite a friend with Telegram Premium هست که بازم تبلیغ میکنه آدم ها رو که بیان پول بدن به تلگرام و پریمیوم بشن. این هم یه داستان دیگه. یه آپشنی که هست به اسم earn. تو earn شما میبینید برای اینکه من کاربری که حریص شدم میخوام سکه بیشتری برندشم، خب میام تو این قسمتی که earn هست، یعنی میخوام بیشتر کسب درآمد کنم. بعد اگه نگاه بکنید مثلا یه چیزی هست به اسم daily reward. تو daily reward وقتی من میرم تقویم نشون میده، میگه که وقتی اتفاق میفته که شما به یه بازی لاگین کنید، به بازی لاگین کنید و ازش بیرون نیاین، یعنی وقتی هی میرین تو میاین بیرون، اینو بهتون نمیده. ولی تو دیوان یا روز اول شما اگر رفتی توش بدون اینکه اسکیپش کنی بهت 500 تا کوین میده یا سکه بهت میده. حالا واقعا مشخص نیست که این سکه ها به بار میشینه در انتها یا خیر. بعد میریم جای دیگه هم نگاه میکنیم. تو قسمت تاسک لیست گفته 5000 سکه بهتون میدیم اگر بیاین به مثلا تی جی چنل بس بشید، برین عضو یک کانالی بشید. تو اون کانال چه اتفاقی میفته؟
میخوان براتون تبلیغات کنن، میخوان براتون چیزهای مختلف بذارن، میخوان اطلاعاتتون رو جمع کنن. میگه که follow our X account، بیاین برید تو توییتر و ما رو فالو کنید. برای چی؟ میخوان محبوب تر بشن. خب مسلما وقتی که یک چنلی روی توییتر میلیون ها کاربر داشته باشه، خب مقبولیت بیشتری پیدا میکنه، معروفیت بهتر و بیشتری پیدا میکنه و میتونه در آینده هم تبلیغ بگیره، هم خیلی چیزها رو خودش به اشتراک بذاره، تبلیغ کنه و ممکنه حالا اطلاع رسانیشون درست باشه، غلط باشه یا هر چی، به هر حال میخوان از این بستری که میخوان دارن ایجاد میکنن استفاده کنن. بس الان ببینید که فقط بحث بازی نیست، شما اینا رفتن جاهای دیگه هم دست انداختن، یعنی به صورت غیر مستقیم دارن با این بساطی که راه انداختن خودشون رو محبوب میکنن و یه بستر سودآوری وحشتناکی برای سازنده های بازی و یا صاحب این همستر کامبت ایجاد میکنن. حالا نوشته که اگر 3 نفر رو معرفی کنید 25,000 تا سکه میدن. حالا این سکه واقعا حتی شاید مثلا $1 هم شاید نباشه، شاید مثلا کسری از 1 سنت باشه، مشخص نیست، ولی خب دقیقا رو اون بحث گریدی بودن یا حریص بودن آدم ها دست انداختن. مثلا منی که حریص هستم، میخوام پول بیشتری به دست بیارم، اونم با کمترین کار، فقط با ضربه زدن به صفحه موبایلم، خب اینا دارن نهایت سوء استفاده رو از من میبرن. بعد حالا یه چیز جالبتر بهتون بگم، وقتی که میرین تو ایردراپ اینجا زده که connect your TON wallet. خب وقتی که من کانکت میکنم به یه والتی، یعنی چه اتفاقی میفته؟ دوباره از من دارن اطلاعات میگیرن، دوباره اطلاعاتم رو باید بذارم تو اون کیف پول یا والت که بتونم این پول رو منتقلش کنم از این بازی به یه کیف پولی، به یک والتی. حالا یه چیز جالبتر بهتون بگم. اوکی، من تمام این اطلاعات رو بهش میدم، سکامم حالا به فرض زمانی اگرم یه مقداری تبدیل به پول شد، اونم منتقلش میکنم به یه والت دیجیتال. بعدش خب حالا من میخوام برم مثلا نون بخرم، میخوام برم لباس بخرم، پول لازم، پول واقعی لازم دارم، اینو باید چی کار کنم؟ خب باید یه جورایی بانکمو وصل کنم به این والت. خب بس یعنی چی؟ یعنی اطلاعات بانکی من مجبور میشم در طول مسیر در اختیار این دوستان بذارم. حالا میگم دوستان، شاید باید بگم دشمنان. و صفحه‌ای که در واقع این بازی داره خیلی ساده است و کلی آدم رو تشویق میکنه. وقتی که روش تپ میکنی برات سکه همطوری به سکه میده، تو داری هر تپی کلی پولدار میشی به خیال خودت. و این همستری هم که این وسط هست، خب اولش لباس نداشت، بعد اون بدنش پشم در آورد، بعد کروات الان زده، بعد هی میزنه. یعنی این هم دوباره تشویقت میکنه که چون یه همستر یه چیز بانمکی هم هست اینجا، بازم داره تشویقت میکنه که تو هی اینو بزنی ببینی که لباس بعدش چیه، چه شکلی میشه. بعد اون بالاش هم که نگاه میکنی نوشته که با هر تپ کردنی تو 5 تا سکه میگیری، تپ یا زدن به این داخل این دایره. و نوشته که برای اینکه لول آپ بشی 1 میلیون سکه باید بگیری. 1 میلیون یعنی میدونی چقدر تو وقت بذاری، چقدر باید این انگشتاتو بزنی روی این صفحه تا بتونی 1 میلیون تو کوین بگیری، سکه بگیری. ولی واقعا این 1 میلیون آیا میشه 1 میلیون دلار، 1 میلیون تومان، یا 1 میلیون ریال، یا چی؟ آیا این 1 میلیون میشه چقدر؟ بعد خلاصه یه قسمتی هم هست به اسم ماین که تو این ماینینگ کردن هم دوباره داستانه خاص خودش رو داره. شما اگر بری داخلش میبینی که
دوباره یه سری کارهای اطلاعات شما رو دارن میگیرن، وقت شما رو دارن تلف میکنن، دارن از ریسورس ها یا اون امکانات سخت افزاری دستگاهتون استفاده میکنن. خلاصه همه این داستان ها رو من میخوام برای اینکه ویدیو طولانی نشه اگه بخوام جمع بندی کنم اینه که دوستان وقتتون رو تلف نکنید. برید واقعا این زمانی که میذارید روی این بازی برین به نظر من یه حرفه‌ای یاد بگیرید یا یه چیزی رو بخونید. شما اگر همین زمان رو دقیقا همین زمانی که روی این بازی میذارید برید یه مطلب رو بخونید و یک چیز رو یاد بگیرید، بهتون قول میدم که در طول مسیری که شما این راه رو دارین میرین بسیار سودآورتر باشه. ممنون که با من بودید، صحبت‌های من رو شنیدید. موفق باشید.